خب بریم که با هم مراحل اجرای بن موجه رو 0 تا 100 ببینیم. اگر بن موجه رو با دنباله میخواین اجرا بکنین، حتما باید طراحی رو قبل از کارتون انجام بدین که کاملا هر دو چشم با همدیگه قرینه بشه. بعد از این مرحله بی‌حسی رو کاملا روی بن موجه مشتری قرار میدیم و مشتری نباید چشماش رو باز بکنه به مدت 1 ربع تا 20 دقیقه. سلفون هم نیازی نیست بکشین، چون سلفون باعث میشه که بی‌حسی گرم بشه و وارد چشم مشتری بشه که احساس سوزش ایجاد میکنه. پس نیازی نیست که سلفون بکشین. کاملا قسمت بن موجه و دنباله که طراحی کردین رو آغشته کنیم به بی‌حسی تا به خوبی پوستش سر بشه. توی این مرحله رنگ رو آماده میکنیم. اگر رنگتون رقیقه 10 دقیقه قبل رنگتون رو آماده کنید تا به یه غلظت خاصی برسه. برای ایشون چون پوستشون سبز است، من نیم قطره رنگ نارنجی هم اضافه میکنم. از گوشه خارجی چشم شروع میکنیم و به سمت وسط چشم و بعد قسمت داخلی چشم میرسیم. کشش پوست فراموشتون نشه، حتما با 3 انگشت یا 2 انگشت کشش رو داشته باشین به طوری که مشتری نتونه پلکش رو جمع بکنه. حتما بهشون بگین که خودشون هم همکاری کنن، یعنی چشمشون رو حرکت ندن یا پلک رو جمع نکنن به این جنبان، چون باعث میشه که کارتون خراب بشه. و نهایتا نتیجه کار رو میبینین که چقدر با ظرافت انجام شده.